اما چونتون پارست کره زمین، چونتون پارست کره زمین. نه انقلاب میکنین، تخمتون زیادی شده. ببین میدمت تخم جوری آویزونتون کنن 10 نسل بعدتون به حالتون زار زار گریه کنن. اما چونتون میذارم، اما چونت انقلاب میکنی، رو نیروهای خودجوش مملکتی شمشیر میکشی. همون شمشیر رو بذار اونجا که اون خدا بیامرز گذاشت. مشروطه؟ نه مشروط ازدواج ننتون با آقاتون مشروطه خواهان. مشروطه؟ مگه شاه مرده مملکت دست شما ابنیا باشه؟ مگه شاه ببین ببرشون. یه بلایی به سرتون بیارم من. کونتون پارست. صدر اعظم، یکی از شورشیان با شما حرفی داره. اما به تخمم، اینا اصلا تخم این مطالب نیستن با ما درباره اون حرفی داشته باشن. به تخمم امو. برو. اما صدر اعظم میگوید حرفایش به رونق مملکت کمک بسیاری میکند. چه دستوری میدید؟ باشه امو گایدیمون. ببرش، من میام. ببرش. اینا رو مثل سگ بکنین تو گونی. ببرش. درود بر صدر اعظم مملکت. خیمل نکن. زود بنال که باید بری تو سلول کمپارگی بکشی تا جونت درات شما باشین دیگه شورش نکنی. من از آینده اومدم صدر اعظم. به نفعتونه که به حرفام گوش کنین. حرفای مهمی واسهتون دارم. اما این بازی ها دیگه قدیمی شده. همین پیروزی یکی اومد گفت من از آینده اومدم یه کار کردم، نسل قبل و آیندهش با حالش تریسام زدن. یعنی حالا چی میخوای؟ چقدر شما مؤدبی، چقدر سفیدی. اما صدر اعظم باید در مورد موضوع مهمی با شاه صحبت کنم. حرفای من میتونه به رونق مملکت کمک زیادی بکنه. چی؟ با شاه؟ امر دیگه عالی جناب. تو نهایت بتونی با بیبیت در میون بذاری. با شاه اینه ببری، اینه از جلو چشمم فقط ببرینش. آمو یواشتر. به برگی تاریخ اومد. آمو چی شد؟ با شاه حرف زدی یا خواجه نصیرالدین طوسی هم اومد قهوه‌ایت کرد؟ درزر نکن بابا. ولی دلم بد جور واسهتون خونه. این صدر اعظمتون فقط به من فوش ناموسی نداده که اونم حس میکنم یه 10 دقیقه بیشتر اینجا بمونم اونم میاد میده. مثلا باید برم یه زمان دیگه. مشروطه خواهان هیچ کمکی به آینده ایران زمین نمی کنن. کار نمی کنن. باز چی شده که کارت به من و نیروهام افتاده؟ میرزا آقاخان نوری، زر مفت نزن نسناس. داخل من نبودم که توی هر جایی رو داخل اون کاخ شاهنشاهی راه هم نمیدادن، چه برسه به این که رفت آمد با نیروهای عالی جناب. بدم آویزونت کنن مفت خور. اما آقا من که چیزی نگفتم. تا ابد و دهر من و نیروهای سیاه پوشم دستبوس تو و خاندان نوری هستیم. جون به جونتون کنن. شما سیاه پوشا دل دوز و مفخورین. فردا تو کل مملکت باید خبر مرگ میرزا تقی‌خان امیرکبیر بپیچه، وگرنه یه کاری میکنم خبر مرگ خودت تو کل کاشون بپیچه. فهمیدی؟ اما آقا سوء قصد نسبت به صدر اعظم مملکت. یه پیش پرداخت کوچیکم واسه تدارک دیدم. امیدوارم که کارتو درست انجام بدی. آقا کفایت مذاکرات. ناصرالدین شاه. فکر کن. بین درباریون کی میتونه بیشتر از همه بهم کمک کنه؟
میرزا تقیخان امیرکبیر، حتما. کالسکچی، زادگاه امیرکبیر. هیچ وقت فکر نمی کردم انقدر زیبا و قشنگ باشه. خدا رو شکر حداقل از جای قبلی که رفتیم خیلی بهتر. سیاه پوشا میرزا آخان نوری میخواد امیرکبیر رو بکشه. نه، اگه امیرکبیر بمیره دیگه به تاریخ خودم هم نمیتونم کمکی کنم. یوسف چونی؟ سیاه پوش باید سریعتر برم تا کسی نفهمیده. امیرکبیر، یه زمان دیگه میام و این بار خنجرم رو تو قلبت فرو میکنم. بیان به جون امیرکبیر سوء قصد شده. دستاتو میگیری بالا، تکون نمیخوری. همینجا افتاده بود بو خدا، من اصلا کاری نکردم. یکی دسته اینو ببنده، خودم ببندم یا میبندی؟ این همه سیاه پوش، ببرینش. اما برو، چقدر زر میزنی؟ را برو دیگه، به من هیچ ربطی نداره. من فقط اینجا مامورم و معزول. به من گفتن تو رو ببرم سلول، الان باید بری سلول. به من هیچ ربطی نداره. هر وقت رسیدیم اونجا با افسر ارشد فلان میتونی صحبت کنیم. پس ببند در دهنت ره. بابا انقدر هولم نده دیگه. چند بار بگم آقا؟ به قرآن من سیاه‌پوشا رو زدم، من زدمشون. میخواستن امیرکبیر رو بکشم، من زدمشون آقا، من زدم. باز چرا من هر برهه‌ای از زمان میرم، هر خط زمانی میرم باید دست منو ببرن سلول؟ خب ولمون کنین دیگه. خب سرویس شدم من دیگه. آمو سر من داد نزن، همینو میکنم تو تا. ببین همینو میکنم تو تا. به من چه ربطی داره؟ من مامورم و معذوری. یکی دیگه گفته بگیر ببر، من گرفتم دارم میبرم. پس زیپیت. فقط یه سوال، دوره ناصرالدین شاه زیپیت انگلیسی صحبت میکنی؟ ببین نیروهای ناصرالدین شاه سقن از همه نیروهای کنونی در جهان جلوترن. خودجوش به 20 زبان دنیا میتونن حرف بزنن. همینه که هست. نویسنده خودمم دوست دارم بگم زیپیت. میخوای بخوریش؟ میتونی بخوریش.